سلام علیکم خان عزیز، میگه سامان خانواده سلام باشید. همین بلوگر کووید است کو دکتر کووید انسانی خوب است. الله تعالی می درود برکتش میکرد و هیچ بخور زور نشه انشالله. الله تعالی هم پیروزی باشد، خدا هم برکتشون ته. خانه خوب بودن. در یک ویدیوشون من گوش کردم میگه که فرزند از بسیار بودنش کم بودنش خوب است که کم بودنی با سواد و با معرفت. میگه 500% معنا داره که ما در اویله ما 5 نفر انسان هستیم، 5 فرزند با صاحب معلومات پدر مادرم صاحب شدیم. فرزند بسیارم چی میگن گپی زیادی است. من میدونم اویلوی که هستن فرزندای زیاد دارن. یک تا مادر در یوتیوب تماشا کرده بودم 14 تا فرزند تولد کرده است، 14 تا فرزند، لیکن در پیرانسالخانه برده مادر رو وای کردن جو کردن. فرزند بسیار کلان کردن با ویروس کاری آسان نیست که 14 تا تولد کنی کلان کنی برده با یارسانیو، لیکن در پیرانسالخانه برده جو کنن. برای همین دکتر کوید گپی راست گپ میزنن که کم باشد فرزند، لیکن چی باشد با تربیه و با تعلیم. برای اینکه در آیت قرآن میگه تو از خداوند دانشمندها با سوادان از خداوند میترسند. وقتی آدم با دانش با سواد باشد تو جستجو میکند، حق رو مییابد. مثلا من مکتب رو که اعلا خواندم، وای خوب اعلا خوان کردم، جستجو کردم قرآن رو خوب کردم. وقتی قرآن رو فهمیدم با اومده با علم دیگر گرفتم، دنیوی معلومه زبانی انگلیسی نمیسی بوین دکتری میتو از خود کردم، دیپلم دکتری گرفتم. اما با برابر همه این پیش از اون که من قرآن رو خوندم، پیش از اون من مکتب ایمانه رو تصمیم 10 خونده تمام کردم، بعد قرآن رو خوندم. پدر رحمتی میگفتن که بچه‌م تو مکتب رو نقض اگر نخونی تو آینده شما هیچ کس شده نمیتوانید. بله، تو که ما مکتب رو نقض نخونیم، در بری مکتب رو نخونده تربیه خوبی پدر مادر رو نگرفته باشیم، تو در آینده هیچ انسان نمیشیم. این است. برای چی میگن تو دو چیز یک جا می شود، نورم اوامر می شود، تربیه خوب پدر مادر و تعلیم. ما اگر با تربیه خوب پدر مادرم و تعلیم گرفتگی نمیدیم، این چون نمیتونیم که پدر مادرمون صاحب شیم. تربیه خوبی پدر مادر یکم جو نیست، پدر مادرمون و در دیم جو تعلیم گرفته ما دکتر کوی گفتش 100% است که فرزندان رو باید که تربیه خوب تیم و تعلیم تیم کنیم که در آینده چکن معلومات عالی گیرن و ما رو پدر مادرمون شانس صاحب شوند. بله، برای این ما نباید که بگیم که دختر چی خوندنش چیه. من این دختر در نزد شما فقط که خوندم و آموختم، همه چی رو از خود کردم و آمده پدر مادرم رو صاحب شدم با همراه برادرم و خواهرم. ما هم خواندیم، معلومات گرفتیم، یک پدر مادرم وجود این چی کشیدیم صاحب شدیم. خب باز برمیگردیم به سخن دکتر کوید که فرزند کم باشد لیکن با تربیه و تعلیم باشد. تعلیم تربیه میگیم که تعلیم دادن یکی در مکتب میخواند، تربیه اینم در برش باید باشه. به تعلیم به تربیه یکم شده نمیتواند در فرزندی کامل به باید پوره نمیرسد. به تعلیم خالی به تربیه که تربیه کرده باشد، تعلیم نداشته باشد، این چونی هم فرزند کامل نمیشه. با تعلیم تربیه با دو چیز انسان چی میشد؟ به کمال بزرگی میرسد و با پدر مادر رو صاحب میشد. اما یک چی فراموش نکنیم که کسی که پدر مادر رو خور میکند که بعد خور میشه، خور و ذلیل میشه در این میلیون قیامت. من به شما میگم که قدر حیات من به خداها رفته رسیده است، قدر من رو مثل شاگردانم در تاجیکستان قدر احترام میکنن، که تاجیکستان را ما رو با گل گلدسته در اردو پیشروز میگیرن، شاگردانم و خش تبارم و نزدیکانم، این هم است از دعای پدر و مادرم میباشد. مرا دخترها گفتن که تو مادر نمیشوی، تو مادر شوی امر اسم حال، یکی با دعای پدر و مادر من فرزنددار شدم. دعا میکردم پدر مادر خدا پسری ما رو به آرزویش برسونه. به آرزویم رسیدم. چه آرزویی که من کردم با یاری دعای پدر و مادرم من به آرزوهایم رسیدم. ما به دعای پدر و مادر هیچ کسی هیچ چیزی، به دعای پدر و مادر ما هیچ چیزی و هیچ کسی، با دعای پدر و مادر ما یک کس میشیم و یک چیز میشیم. باز میگردیم به گفته بابا بیبیام میگفتن که درخت با آب میسبزد، انسان با دعا. درخت ما آب میتیم میسبزد، همین خیلی نه، انسان اینجوری با دعا میسبزد، با دعایی که با دعای پدر و مادر، با دعای یک کلان مثال که احترام میکنیم میگه خدا برکت بده. من این دعا میکنم در حقی که دکتر کوید که خدا برکت شده، دعا میرسه دعا با برکت میشود. ما کلاما در حق خدا دعا میباشیم، پدر مادر اینجوری دعا میشه با اون شرط که
فرزندها پدر مادر چی کنن؟ احترام کنند و به قدرشان رسند. بله، برای همین هموطنان عزیز، جوان و بخصوص جوانان محترم، پسرک و بچک ها شروع به قدر پدر و مادرتان رسید. اگر خواهید خوشبخت این دنیا و قیامت شوید که دعای پدر و مادرتان میگیرید. دعای پدر و مادرتان رو گیرید، نیستی من به همه آرزوهاتون میرسید. من دعای پدر و مادرم رو گرفتم، به همه آرزوهایم رسیدم و انشالله که رسیده ایستادم و خواهم رسید انشالله. شما اینچنین با دعای پدرتان به چیزی که خواهید میرسید میشه. دعای پدر و مادرتان رو گیرید، به قدر پدر و مادرتان در زندگیشون رسید. میگه که ای برادر خاک پایت توتی و گر تو ما رو دوست می‌داری بیو، ما که مردم ز فراق روی تو، بعد مردن خاک بیایی خاک نیای. و میگن که در زندگیم نکردی و بعد از مردن چی میکنی فریاد. بله، در زندگی باید کرد پدر و مادر رو. بعد از مردن پشیمون میشه، پشیمونی سود نداره. بعد میگه که کرده رو دعوا نیست ولی پشیمون میشه که پدرم رو در زندگیش نکردم، مادرم رو زندگی نکردم. جوانای محترم بود به شما میگم شما دارید فرصت که پدر مادرتون رو در زندگیشون صاحب شوید و نگاه بین کنید و دعایشون رو گیرید. مثل من توانستم در وقتش دعای پدر مادرم رو نگاه بین کردیم و همراهی برادران و خواهرم. همه کسا ما خوشبخت هستیم. ما 5 تا فرزند و نبیره های پدر مادری من اینچنین خدمت با بابی بیره کردن اینچنین خوشبخت هستم و خوشحال هستم. و فرزندانی پدر مادرم و نبیره اونی پدر مادرم و نبیره هایی که با بابی بیرو پدر مادری من رو نگاه بین کردن یا که اومدن نگفتم نگشون که اومدن نبیره هایش پدری من رو آوازی می در آوردن بچه های اپم، آنها نیز خوشبخت هستند. خدا خوشبختشون میگرداند. دعای با بابی بیرو ریختن. بله، مادرم رو جیانم با ماشین در نبودن برادرم مسکن میرفت کارش قطعی پسرای اپم میمدن مادرم رو با ماشین به جایی که در کار میبود میبردن میآوردن. بله، دعای بابا بیبیش دیدن. آنها نیست خوشبختترین انسان ها در این جهان میباشند. شما اگر خواهید خوشبختترین انسان در این جهان شد، پس دعای پدر بابا، کسی که پدر مامان میبخشد، دعای پدر مادر، دعای بیبی بابا، کسانی که نبیره که بیبی بابا داره گیره خوشبختترین میشن در این انشاءالله. کسی خسروش تمام داره دعای خسروش تمام میگیره خوشبختترین انسان در این میشه. شوهر من اومده با من یادم میکرد در وقت پدرم رو مسافر یگان جا بردم با ماشینش میبرد. دامادهای خوبم هستن. کلین های ما اومده با مادر پدری من خدمت میکردن. کلین ها خوب هستن. کلین داره، داماد داره. برای همین کلین ها دامادها کسانی که خسر پشتمان داره دعای خسر پشتمانت میگیره. نبیره ها اینچون دعای بابا بیبیت میگیره. فرزندان دعای پدر مادر میگیره. ان شاء الله خوشبختترین انسان ها در این جهان خواهید شد. میادرم شما.